ماشین در سال 2020. بینید این باشد ماشین 150 سال پیشینه. خیلی فرقت است، هم خیلی نه. کامپیوتر در سال 2020. این باشد کامپیوتر زمانی گذشته. فرقت ها بسیار است، هنوز با آخر نرسید. صنف در سال 2020. اکنون با 100 سال قفا می رویم. همان صنف. در حالی که همه چیز تغییر یافته شده است، مکتب و سیستم آموزش هیچ تغییر نیافته است. چونکه 150 سال پیش مکتب ها برای فابریکه ها کارگر تیار میکردند. از همین خاطر هر کس در یک خیل لباس میپوشیدند، مجبور بودند که در یک ساعت در یک شکل با یک قطار درآیند. وقتی که تنفس زنگوله میزنند با بیرون میبرویند و باز وقتی که تکرار زنگوله زده شد باز میدرویند. چون که فابریکه ها یک سیستم دارند.